البته شما خوبتر میدانین نظر به سال گذشته این سال کسایی که به خاطر آزار اذیت به سارنولی استیناف ولایت بلخ و به سارنولی منع خشونت علیه زنان ولایت بلخ مراجعه میکنند نسبت به سال گذشته 30% افزایش پیدا کرده. و به چه تعداد هستند؟ ما تقریبا 140 قضیه آزار اذیت و لطف‌کوبی داریم. وقتی که اینا مراجعه میکنن به خاطر لطف‌کوبیشان و در ختم از اینکه دوسیه تکمیل میشه مول محکمه استیناف ولایت بلخ میشه، اینا خواهان عزیزن که ما نمیخوایم که دوسیه ما پیگیری شود و ما خواهان تفریق خود هستیم. و این براتون گفته میتونم که از جمله 145 قضیه تقریبا 40 قضیه ما طلاق است. چقدر نگران کننده است شما خوبتر میدانیم که اکثر طلاق های ما نسبت به اثر فقر، ناداری و اکثرا شوهرایشان معتاد به مواد مخدر هستند. وقتی که اینا مراجعه میکنن شوهرایشان معتاد میباشه در خانه میرن، بر از اینا میگن که برو تو بر ما پول پیدا کن. اگر پول پیدا نکنه خانم خود لطکوب میکنه و از خانه میکشه. خانم مجبور میشه، نمیتونه که دوباره که تزیز زندگی کنه، هر روز لطکوب میشه. این نیست که جدایی در بینشان میفته. و در 140 قضیه فرمانده خشونت علیه زنان شما ثبت کردین خطرناکترین قضایا چی بوده؟ براتون گفتم تنها 144 قضیه آزار اذیت داریم. بدون هذی ما 13 اقدام به قتل، قتلای ناموسی، القاویز داریم و 11 قضیه تجاوز جنسی، اقدام به تجاوز جنسی داریم. نقش علما در تبلیغ، در منابع، در مساجد چقدر در کاهش خشونت‌ها در جامعه اسلامی و زنان تاثیر دارد؟ نقش بسیار مهم را اینا ایفا میکنن. ای کاش که در روزای جمعه و در روز که اینا روزای جمعه نماز میتن بتانن بر نیم ساعت باید اینا تبلیغ کنن، حداقل مردم آگاهی پیدا کنن، در روشنی قرار بگیرن که نخواهند بالای سر خانمای خود و دختر خود اینا خشونت بکنن. یک از علتهای خشونت عدم آگاهی مردم از مسائل اسلامی، مسائل دینی است یا نه؟ هم کمبود سواد است که از سواد کافی اینا محروم هستند و هم ضعف اقتصاد است و هم آگاه نبودن از حق و حقوقشان است و هم باید علمای محترم تبلیغ کنه که حداقل قدر بفهمند که وظیفه یک خانم یک مرد چی است، از حق و حقوقشان آگاه شوند. فوزیه حمیدی سم، سارنوال اختصاصی منع خشونت علیه زنان ولایت بلخ.